دختر نیست باتم کماندان. در یگان جو نیست. مرا دیوانه نکنید تا دختر را نیابید از دیه نمیروید. فهمیدیم. رفتیم. یلماز با کجا می روی پسرم؟ به مکتب می روم مادر. صبر کن پسرم، با تو گفتنی دارم. این دختر بیچاره است، غریب است، با ما محتاج است. با او یاری دادن لازم. لیکن می دانم برای برفین نمی خواهم میگویی، او را فراموش کرده نمی توانی. لیکن این دختر را هم به این حال نگذار پسرم. مادر اگر خاکزر شود هم من از برفین دل کنده نمیتوانم. آخر این خیانت است، از من این را طلب نکنید. برفینم، او جانی من بود پسرم، اما از دستم کاری نآمد. هرچند کوشش کردم از دست ظالمان خلاص کنم نشد. حالا باشد مسئله دیگر است. مجبوری که دختر را نجات دهی. من میدانم اگر برفین هم زنده می بود کاری از دستش آمده را می کرد پسرم. برفین دیگر نیست. مجبوری که این را قبول کنی. حق هستید مادر، این را قبول کردن از مجبوری. ایستید. لابای اپا جان، شما در باره دختر یارادوری بحث میکردید. 20-22 ساله، لباس سیاه دارد، مویش دراز، همین طور؟ بله اپا جان، شما او را میشناسید؟ برفین، او برفین است. برفین زنی برادری من است. او را به من نشان میدهید؟ خوب تو را میبریم، اما راه همون کم دور است. مالش، انشالله که او برفین است. بیا رفتیم اپا جان. توهی سلام. با تو دعا رو مردم کودکانشون رو فرستادن. سلام. برای انتظار نبودم. گفتنی هم که مردم با ما باور میکنن اصیل آداران نمیترسن. اگر همین در دوام یابد، اگر این کودکان خواندن و نوشتن رو یاد گیرن، فهمم این جایها خیلی آباد میشه. صف کشیدن بچه ها. رفتیم آفرین. رفتیم. خیلی بچه ها با این طرف. دو نفری صف کشیدن. با این طرف رو گردید. دو نفری. رو گردید. که بچه ها؟ اینجاها بسیار دیگر میشده است. چه دیگر میشده است؟ ترتیبات جاری میکنند، یک میآیند و باز میروند.
حالا میبینی خواندن چطور میشود. آهسته آهسته. آفرین آفرین. آفرین. محافظان پول رو بینند با چی حال می آمده باشند؟ حیرانم. به هر حال حساب کرده به مردم و نگهبانان دیم. وای بر حال تایر. جناب سبا، من هیچ باوری ندارم. همه آن دختر رو دوست می دارند. او مثل شیطان است. پول در دستمان نباشد کار بد است. نگر. الو ها گبزن رئیس. چی درد داری رئیس؟ من درد ندارم سینان، اما بعد شنیدن گپ‌های من تو دردمند میشوی. شف نکن رئیس. گبزن، مسئله چیست؟ فهمیدم رئیس، فهمیدم. چی شده است؟ در آبی کلانت اینجاست؟ این را بینا. این دختر خوب مسکن گرفت. مکتب را کشاده است. کودکان دیه را جمع کرده به خواندن برده است. به دیه ها عربا فرستاده به مکتب دعوت کرده است. کودکان را محافظت میکردند. این چه گپ؟ با محافظان مردم جسارت کرده کودکانشان را به مکتب فرستادند. اگر علاج این کار را نیابیم پگاه دیر می شود. مردم من و تو را به حالمان نمی مانند. حالا ایستا دختر، نام تو را به شرف و رسوا کرده مکتبت را به سرت نگردانم. نامم سینان نباشد. آفرین به تو. کودکان را پیش میکنم، همه‌شان را پیش میکنم. درست میگوی سینان. نگهبان ها در بری کودکان باشند، این کار را چی طور میکنی؟ از آبی کلان جمال آمده است سینان. بسیار خوب، بگو در آید. بیا. سلام علیکم. ای بیا ما سلام و ملامت را چه کار کرده؟ گبزن. بسیار کوشش کردم اما محافظان پول رو نمیگویند جناب. من به تو گفته بودم جناب سبا، آنها برای دختر جانشان را میدهند. اوی اقلا یک تا ما را گوش کن. یگان تا یافتن نبیتمانی. در از یک تا هست. کودکش بیمار. نامش خلیل. پیش در همین جا بود. از اینجا گریخته حالا محافظ شده است. اگر سینان قماندان گپ زنند. چی گپ زنم اگر به دستم افتد میکشم بیشرف را. اما او کودکان را در عربه میکشاند سینان قماندان، وگرنه کار دیگر میشد. خوب اینطور باشد. رفتیم حالا میرویم اون حریف را میبینیم. میروی سینان. ترسانیده رو نزیان به شرف. پدر جان از سر هوا میگویم هیچ خواب نمیکند. این کودک مرا عذاب میدهد مادر. با یک قدر جانکش گریسته مرا میکشد. با دختر بر پسرم با کودک دیر نشده یاری دهد. مادر، آقای دکتر حال کودک را فهمید. اینجا هیچ کاری کرده نمیتوانیم. باید به شهر بریم. برای آن پول لازم است. بی پول چطور به شهر برم؟ چطور او را برده طبابت کنم؟ علاج این کار را چخیل یابم؟ عاقبت چی می شود؟ گوش کن پسرم، مرا گوش کن. اگر برای به شهر بردن پول لازم باشد بیرو از مردم پول بپرس. دختر حالا پریشان است. این کار را فراموش کرده است. چند پیش من در کرسی لاغدار بودم.
با این روش چخیل من از مردم پول پرسم. نمیدانم دیگر چیکار کنم مادر. زیلان در دستی سیلاداران بود برسان. این نایبی خواهرت است، نایبی یولماز. صحبت میکنیم، رای حل این کارها میابیم. با من سفسطه نگو دکتر. پدر کودک خواهرم یولماز است. یا او را بزنی میگیرد یا اینکه هر دویشان را میکشم. گوش کن، این خیلی وحشیگری کنی از اینجا نمیبروی، فهمیدی؟ مرا سر دید، رهایم کنه، وگرنه اولادم را خبر میدیم دو کس را میفرستند، هر دویشان را نابود میکنند. وای دکتر، تو این بیچاره رو حس کردی؟ سرده او رو سردیم که جنایت صادر کند رئیس. خیر، از او با خبر باشد. مراد با دقت باش. خواطر نشوید دکتر. مسئله خلیل رو حل کردی فؤاد؟ کودک رو زود فرستادن لازم. کاری خیلی خوب شد. من دوستانم را دیدم. پگاه سحری بر وقت کودک را میفرستیم. آنها چی کاری که در کار شود میکنند. در شهر از او خبر میشوند. خوب فهمو، بیا میرویم. من او را به بیرون برارم، بعد میبینیم. کو این را خواند؟ من با مکتب رفتن میخواهم. آفرین بچه ها. Kırk bin sene mahpus yatsam bulurum seni yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun yedim aney, yandım aney, öldüm aney, yağlı kurşun علی لبای معلم تو با رفیقانت را تکرار کنید، فهمیدی؟ خوب شد است معلم. بچه ها تخته صنف را میخوانیم. چه شد طاهر؟ برسن را راضی کردن نمیشود. چی؟ زیلان را از اینجا گریزاندن لازم. زیلان با کجایی که نرود او را یارتن میکشند. مادرم با من بعضی چیزها را فهموندند. این کاری نمیشدگی است طاهر. شما از من چرا این را طلب میکنید؟ آن روز که برفینم را به خاک سپاریدم. اکای دختر میگوید که او از تو حامله است یولماز. تو باید با او خانه‌دار شوی. حیات دختر رو نجات میدی. همش همین. نمیدانم طاهر، نمیدانم.
شیشیل به خونهشان رفت. شیشیل به خونهشان رفت. چی کار کردی پسرم؟ دکتر را پرسیدی؟ از یگانجا پول یافته است؟ نه مادر، از یگان کس نپرسیدم. اگر میافت و با ما خبر میداد. درست میگویی. خلیل برادر، تو چرا اینجا آمدی جمال؟ خشمین نشو خلیل برادر. سینون قماندان در خرابه ها تو را جغ میزند، برایت پول آورده است. گوش کن، من به تو چی گفتم؟ من دیگر با اونها کار ندارم گفتم. وای آدم قماندانی کلان برای کمک تو آمده است. پول را نخواهی رو خودت گوی. رفتیم. بیا بیا بیا. رفتیم. بیا بیا کنی بینم. بیا بیا بیا. آها، در کجاها میگردی؟ کودکت بیمار شده از گفته شنیدم خلیل برادر. بیا، بسیار زیق شدم. عیدین بیا 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 کنی با من ده ببینم. آها، نگاه کن، اینجا پول زیاد است. گیر آنها را، همش از توست. کودکت را تبابت کن، همش به تو لازم می شود. کودکان در مکتبند؟ همین ترسینم کماندان. کودکان را تو به دهه هایشان میبری؟ بله من میبرم. نقص راه بازگشت را دیگر میکنی. به آن جایی که من حاضر میگویم آنها را به همان جا میبری، فهمیدی؟ با کودکان چیکار میکنی؟ با کودکان چیکار کردنم را میدانم خلیل. کودکان را فقط میگریزانی. تو نمیدانی، من میدانم که این دکتر چخیل آدم شده است. کودک ها را اسیر گرفته، بعد با مردم گپ میزنم، بعد من به آنها میفهمانم. میبینیم آدمان به کدام طرف میروند. نترس، من به مردمان کار ندارم خلیل. تو هم به این آدمان آدمگری ما را بگو. بگذار آنها کودکانشان را در خانه هایشان نگاه دارن خلیل، فهمیدی؟ سینان کماندان. و تو گفتم که هیچ چیز نمی شود، فهمیدی ها؟ خواستگی شما می شود سینان کماندان، اما با کودکان چیزی نمی شود. همین کردی؟ پاسبان خیزبان اما بمونید. در اصل ما تنها، لیکن میخواستم که 2 نفر باشیم، اما هیچ تمیز برادر چیزی نمیشود. تو حق هستی خیزبان، اما مصلحت کردن لازم. خیر، این شب پاسبانی کنید، بعد میبینیم. فهمو. رفتیم. بخیر است برادر، چی پویت رو میزند؟ به خدا حاضر پرسیدنی بودم. من میروم، زود بر میگردم. مالش هیچ گپ نی، همش خوب. تو رو سلامت باشید. من حاضر زود رفته بر میگردم. دختر تو ایستا، آدم رو میکشی. تو داری دوستکار میکنی؟ من پاسبانم پدر. دختر چند بار با تو گفتم شکمم از گرسنگی نخواره میروازد. پاسبانت رو ماند رو میگویم با من خوراک پس. من به جای تو میستم. ممکن نیست، پاسبان جایش رو ترک نمیکند. اکنون وقتی رفتن شد، الدا هم گرسنه است. او چه خیلی باشد، از دو سر این نمیگریزد. خب پدر، زود میرم و زود میآیم.
مادرم فرستادند. کشو گفتند که اگر الدا این را خورد انشالله صحت می شود. تشکر نجلا، خدا راضی باشد. کشو شما اینجا چیکار میکنید؟ به الدا خوراک آوردم. به خدا قیزبان نگاه کن، خوراک آورده است. الدا خوراک پرهیزی میخورد و همه چیز ممکن نیست. اگر خورد دیر صحت میشود. قیزبان و تو چی دختر هستی؟ کار تو چی؟ این بس گپ نزن. ممکن نیست گفتم ممکن نیست. کنی برو کش زودتر میگویم به تو. برو گوش کن. رم از اینجا گفتم رم. شما چیکار میکنید؟ آخر آوازتان به بیرون برآمد. در اینجا چیکار میکنید؟ کنی به بیرون براید. در نزد بیمار شرم نمیدارید. آخر ای به خدایا حالا ایست قیزبان، حالا ایست بد میبینی. حیفی تو بود الدا. من تو گرسنه‌ای گفته پوزبانی رو پرتوفتم و تو خوراک آوردم. تو باشی خوراکی تو رو هم میخورم. گیر خور قیزبان بکف خور. این در دست شما ماند مادر. عقلت در جایش پسرم. تو چی ها میگویی؟ باور کنید مادر جان، دیگر چاره ای ندارم. پسرم خودت کودکم را نجات میدیم گفته دیگران را به آتش میپرتویی. پگاه خدا است میپرسد. نه مادر، کودکان را هیچ کاری نمیکنند. چشم محافظان را میترسانند. تو هیچ با عقل نشدی. چه خیل باور کرده باز به دامشان افتادی. شد مادر بس. گفتم که مجبورم. به هیچ کس ضرر نمیرسد. آرام شوید. دعا دهید مادر. در پناه خدا باشید. انشاءالله کودکم صحت می شود. آنها را به مکتب فرستید. خدا خودت مدد کن. و پسرم و کودکانی دیگر تو نگهبان شو. رفتیم میرم. خلیل در کجا بودی؟ کودک ها را جا بجا کردم آقای دکتر. برای کودکی بیمار زیق نشو. برای او مبلغ جمع. انشالله آقای دکتر. آیسته. آفرین زودتر. آفرین. آیسته. بسیار خوب. آفرین. کلی به این طرف. همینجا کودکان تیار. با دقت باشید. چو جانور. قماندان، آدمی یافته امان کودکان را به جای گفته امان برده ایستاده است. عرابه ها از کودکان آنها پر است. آنها به تشکیل محافظان یاری دادند. آن رئیسان دههایشان را با ما دشمن میکنند. سلامت باش قماندان. تشکر. اکنون قدرت سینان را میبینید.
چی شد زیلان؟ آکام گریخته است. سلاح دارد. چی؟ مرا دستگیر میکند میکشد. همونا میخواهم که به تو ضرر رسد. یعنی گفتنیم که خودت تو احتیاط کن. با من بیا. استعد سلاحات رو پرتا گفتم. سلام. این صدا از کجا؟ کی میپراند آقای حامد؟ زیلان رو تعقیب میکنم. پیان دختر گریخته است. یا خدایا. جلمز در مکتب. پرتا گفتم. ایست برزن. خاموش. و شما گفتم این برای ناموس. گفتم شما را زنده نمیمونم. این رو از کی پیدا کرد؟ ایستا نراز. از تو نیست این کودک. از تو نیست میگویم. ایستا برزن. اونها رو رها کن. سطح گفتم. ایستا بگویم. ایستا. حیواناگی نگو برزن. گوش کن اگر خطاگیه کنی به خدا من تو را میپرانم. شوخی نمیکنم. من رو دیوانو نکنه. پرتاید سلاحاتون را. پرتاید گفتم. زود باشه. بخیر است خلیل؟ چرا ایستاده؟ با این طرف راه را میانبور میکنیم. کودکان را زودتر به دهه‌هایشان بریم میگویم. خوب، لیکن راه بیخوف باشد خلیل. بیخوف است. این طور باشد میانه بور میکنیم. تاریک نشده کودکان را به دهه‌هایشان میرسانیم. چه جانور؟ چه؟ گلزن راستش را گوی. پدری در شکمت بوده همین است. به خدا او نیست باور کن. دروغ نگو دختر. هر دویتان اویله دار میشودید این کار دیگر میشود. به خدا او یکان گناه ندارد اکا. به من یاری داد مثل برادر. زنی او نمرده است. چه خیلی او این کار رو میکنه. قربانت شوم. او رو همراه نکن. اگر کشتن خواهی من را بکش. راه کرد. ایستا. سرده او را. ما آیله دار می شویم. آیله دار می شوید؟ کودکی تونست آیله دار می شوید؟ اینش به تو دخل ندارد. تو کاردار نشو. خدا از تو راضی باشد. خدا راضی باشد. گیرید این را. یگان کس را نپرانده. با من ده. در دست شما ما. آفرین یلماز. آقای دکتر زود باشد آقای دکتر. چی شد؟ مادر خلیل بیبی هاجر حالش خوب نیست. به زور نفس میگیرد. او میمیرد. رفتیم دخترم رفتیم. یلماز بیا دخترم میرویم. خوب خاله جان. رفتیم ما هم میرویم. این بیبی هاجر هم بزن دستشان بوده باشد. آدو تویست دیگر اون خونه رو خودی کنید. برید. بیبی هاجر با شما چی شد؟ نفس کشیتون دشوار شد.
چخور نفس گیرید چخور نفس گیرید با شما چی شد؟ خلیل با شما چی شد دکتر من نمیفهمم خلیل چی گفتید نفهمیدم خلیل خائنی کرد خلیل سلاح داران کودکان را می‌دزدند دکتر روید زودتر آنها را نجات دهید چو جانور استید میگویم اطرافتان نگرید سلاحهایتان را پرتایید سلاحهایتان را مرا گوش کنید سلاح همشان را گیرید زود نجوم گفتم نترسید بچه ها نترسید گیرید سلاحشان را ده آقا سلاح را ده نگهبان شده به سرتان بلا آوردید هیچ کار را ندانسته قبیله و اولادتان را شرمنده کردید شرمنده مادر شما نزد بیبی هاجر مانید میلش پسرم خودت را احتیاط کن خواطر نشوید مادر جان همه آماده‌اند طاهر پسرم راست است که کودکان را دزدیدند بله راست است سینان با آنها دام گذاشته است کی این را گفت بیبی هاجر گفتند که به خلیل پول دادند تا کودکان را با دیگر راه برند با وی نگرید خائن نامرد رفتیم بچه ها یلماز چی واقعه؟ سینان کودکان را دزدیده است انشالله در وقتش نمیرسند. چی میگویید پدر؟ انشالله کودکان را نجات میدیم گفتم. خیر میلش. الدو چرا از جهت خیستی؟ با تو راه گشتن ممکن نیست کو. آخیر خاله جون چی کار کنم؟ کودکان در دستشون. با خدا خیلی زیق شدم. همه منزیق شدیم. خدا کند و به کودکان یکان آسیب نرسانند. رفتیم. دیر کردیم. عرباها همین جاید. دیر کردیم کودکان نیستند. کودکان رو نیستند. بیلید. همه اشان رو بردند. فؤاد ما محافظان را هم بردند. نیستند. آنها را با کجا برده باشند؟ من جویشان رو میدونم. من هم میدونم. در جستجوی کودکان بودن همون را آنها میدانند، برای همین با ما دام گذاشتند. توهی راست میگوید. اگر ما به سراغشون رویم نه کودکان را نجات داده میتوانیم نه خودمان برمیگردیم. پدر و مادرشان باور کرده آنها را با ما سپردند، ما باشیم حمایت کردن نتوانستیم. من به نزد مادرم رفتم، میخوام مرا به نزد گذارید میگویم. روبرت پشتر احمق. امک جان امک جان کمک کنید. اگر یگان به عقلی کنی همه کودکان را به قتل میرسانم. تو مرد نیستی سینا. کودکان بیچاره یگان گناه ندارند. آنها را به خانه هایشون فرستید. امک جان
سرت را از تن جدا میکنم. سرت را از تن جدا میکنم رزیر. یعنی او جیانت هست ها؟ کن اینجا بیا. سرده او را سرده. سینان را او نرس گفتم. از جیانت جون. آرام شو نمیفهمی. خاموش. با او دست نرسان. او را رها کن سینان. در جایت نیست. کنین سو بذار. آرام شو. گوش کنید. همتون دعا کنید که دکتر خواسته‌ام را به جا آورد. وگرنه اول این دختر را و بعد آهسته آهسته همتون را به قتل میرسانم. دمت را گیر. کشتنی باشی مرا کش سینان. البته با جون و دل او را بر. ساعت پس تو را میکشم. ایتین الو جنابی سبا، کودکان را دزدیدم. براستی؟ عین حال همه‌شان در دستم، حتی نبیره و جیانی آقای مسلم هم. وای 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 قنزن. آفرین به تو سینان. با خدا در گپت ایستادی. تا وقتی که کودکان در دستم هستند محافظان مرده خواسته هایمان را به جا میارند. خیلی خوب سینان، خیلی خوب. کنی گپ زن. از من چی میخواهی؟ میخواهم شما در بین میان روی کنید. با من گوش کن سینان. تو چی ما را طرفدار تشکیلات اعلام کردن میخواهی؟ به این همه از من شوبه دارند. این دکتر را شما به این حال آورده جنابی سبا. اگر در وقتش میگذاشتید او را میکشتم. حالا یگان تا این رخ نمیداد. گوش کنید، این محافظان روز به سر شما نیز بلا میارند. اگر خواهید کودکان را آزاد میکنم. هر کس با راه خودش میشود جنابی سبا. مایلش سینان، مایلش. بگذار گفته تو شود. شرط هایت را گوی. همه این محافظان پراکنده شده یراق و اسلحه را آورده به تشکیلات می سپارند. غیر از این اندازهای نپرداخته اشان را 2 برابر زیاد می پردازند. اگر گفته هایم را در طول 2 ساعت اجرا نکنند 1 کودک را می کشم و بعد هر 1 ساعت باز 1 کودک را می کشم. چی واقعی شد پسرم؟ همه کودکان را دزدیدن مادر. تو چه میگویی پسرم؟ اکنون چی کار میکنیم؟ مبادا به کودکان ضرر رسانند. غم نخورید مادر جان، یگان راهش را میابیم. کودکان را در آنجا نمیگذاریم. بیاید رفتیم. خاله زیلو، چی شد دخترم؟ بخیر است؟ میدونم حالا وقتش نیست، اما شکمم روز به روز کلان شده ایستاداست. به یگان شرمندگی ما رو خانه‌دار میکردید. راست میگویی دخترم. من با یلمز صحبت میکنم. مایلش خاله جون. خدایا من اکنون چی کار میکنم؟ پسرم اینجا بیا. بفرمایید. گوش کن، احوال زیلان خوب نیست. در مدت کوتاه با او خانه دار شوی خوب می شود. احوال دختری بیچاره معلوم. خدا نشان ندهد مبادا حامله دار بودنش را مردمی ده فهمند. دیگر خانه دار شوی هم او را نجات دادن نمی تواند. نه تنها نامی دختر بلکه نامی کودکی در بطنش بوده هم دکتر می گردد. راست میگوید خاله. اول کودکان را نجات دهیم بعد در این باره فکر میکنیم. میدانم برفین را فکر میکنی. جیگرت میسوزد اما باید قبول کنی. برفین مرده است. مادر جان، آخه در کجایی؟ در رو او برفین بوده نمیتواند.
آخر به خاک سپاریدنش رو با چشمان خودم دیدم. چند ساعت شد؟ در کجا بودید؟ خدایا اینش باز کی؟ مادر جان اول به خانه درآییم. درآیید. بیایید اپا بیایید. برای دیدن دختری بیمار آمده است. دخترانه در آنجاست. برفین دوگانه جانم، این چه خیل می شود؟ تو زنده ای؟ از کجا دانم که تو خشتبار او می شوی؟ تو کشتی؟ از کجایی؟ تو این دختر را از کجا می شناسی؟ خاله جان، این دختر همسری اکام است. من از دهه آبی کلانم. شاید شناسید، من نبیره بابای ابراهیم هستم. راست میگویی؟ چرا بر وقتتر نگفتی؟ یعنی بابای ابراهیم بابای تو بود ها؟ رحمتی انسانی خوب بود. دخترم او چطور به این حال افتاد؟ وقتی که او را یافتیم بیهوش بود. خاله به خدا من هم نمیدونم. در یکی از حمله های تشکیلات جسد سوخته ای را برفین گمان کردیم. حالا باشد او را در اینجا یافتم. خدا از شما راضی باشد. او را نگاه بین کردید، صاحبی کردید. این خیلی گپ است دخترم، هیچ گپ ندارد. شکر که صاحبش را یافتیم. همینش برای ما کفایه است. غم نخور دخترم. به این ها نگه، حالا هم ایستادند. کنی رفته تیاری بینه؟ حاضر معلم رقیه می آید. ما بسیار منتظر نکنیم. رقیه شما رو به کجا میبرد؟ به اروپا. اول شوهرم رو فرستاد. آنجا برایش کار یافته است. حالا باشد ما رو به نزدش میفرستد. از این پس در آنجا زندگی میکنید گفت. خاله جان شما او رو ناز میشناسید؟ بله او خیلی آدمی خوب است. او به ما بسیار چیزها رو آموزاند. گوش کنید. رقیه چه خیلی که شما فکر میکنید انسانی خوب نیست. گمان نمیکنم که او شما رو با نیت نیک به آنجا فرستد. یعنی چه خیلی؟ تو از کجا میدونی دخترم؟ وقتی از تشکیلات گریختن با اون وخوردم. من هم او رو انسانی خوب فکر کردم اما مرا به تشکیلات فروخت. وقتی که با تلفن صحبت میکرد شنیدم وظیفش مردم رو به اروپا فرستادن است. شما رو در آنجا به نفع خود استفاده میبرند. مایو لیکن ما رو با کدام مقصد استفاده میبرند؟ شما رو در آنجا هم دشمن دولت و هم طرفدار کردها و ارمنی ها نشان داده و برای این کار صدها آدمان رو به اروپا میفرستند. گمان میکنم که شما رو با فریب به آنجا فرستاده و تشکیلات همراه کردن میخواند خاله جان. با خدا راست میگویید. با ما دائما میگفتن که دولت شما را نگاهبین نمیکند. ها البته. ما نیز برای همین از اینجا رفتن میخواهیم برای زندگی خوب. اکنون فهمیدم دخترم. نیتی بد داشتن معلم رقیه را اکنون فهمیدم. یلماز برفین 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 برفین. بیهوده کوشش میکنی دخترم. او به خود نمیآید. ما نیز کوشش زیاد نمودیم لیکن بیچاره به خود نآمد. یلماز چطور من این کار را میکنم؟ برفین را به خاک نسپاریده چطور خانه دار میشوم؟ طاهر همینجاست پسرم؟ در همینجا زمک مسلم مرحمت. کنی گوی که این کار رو کرد پسرم؟ یکی از محافظان خیانت کرد. کودکان را با راهی برد که سینان گفت. همه ای کودکان را بردند. آقای مسلم سینان همشون را برده است. عاقبت این کار خوب نیست پسرم. میترسم که مردم همه یک جا شده و تو دشمن شوند. آخر فرزندانشان رو آقای مسلم اینجا شد. برادران، پدر و مادران کودکان در نزد مکتب جمع شدند. فرزندانشان را میخواهند. طاهر یک بار بر نزدشان برای آخر. بیاید رفتیم بچه.
بیاد رفتیم. مرحمت گذارید. آقای دکتر مگر این گپا راست است؟ با من باور کنید فرزندانتان را محافظت میکنم گفته بودی. کودکانمان در کجایند؟ باور کنید عاقبت کودکان معلوم است برادران. گوش کنید آقایان. چرا آنها را حمایه نکردی دکتر؟ رفته فرزندانمان را نجات ده. ما به تو باور کرده مردمی دیه را راضی نمودیم. فرزندانشان را به مکتب فرستادند. اگر از ما فرزندانشان را طلب کنند چی میگوییم؟ من به پدر و مادرشان چی میگویم؟ جوابش را خودت میگی دکتر. همه این کودکان را برمیگردانی. ترجیح مرا. آقایان شمایان چون رفتار کرده ایستادید که آنها میخواستند. با جای آن که برای نجات کودکان چاره اندیشیم شما باید دیگر در میافتید. با خدا دکتر راست میگوید. دکتر راست میگوید. با من گوش کنید. کاری کرده دکتر خطاست. او بگذار دیگر دخالت نکند. کاردار نشود. خاموش ایستید برادران. خاموش ایستید. خودتان را به دست گیرید. رفیقان گوش کنید. بازی چه دست آنها نشوید. نه بیرا و جیانی من نیست، همراه آنهاست. من هم مثل شما غمگینم، لیکن اول باید فکر کنیم که چی طب آنها را نجات دهیم. از خاطر نبرورید که این کار با قهر و غضب حل نمی شود. آقای مسلم تا شما در اینجا فکر کرده میستید که سلاحداران کودکان را به قتل میرسانند. بله رئیس درست نگویم. تو چه ها میگویی رئیس؟ پس کن. من چی گفتنم رو نظم میدانم. زلال تو کاردار نشو. اگر به کودکان ضرر رسد جوابش را خودت میدی دکتر. خدایا توبه. دکتر نیگر سلاحدار اساسی آمد. ای دکتر این بیناموس باز چرا آمده باشد؟ چرا می آید؟ معلوم که میان روی میکند. از آمدنتان معلوم که شما از واقعه ها خبر دارید. با خدا کسی نیست که خبر نداشته باشد دکتر. با این گروهی تشکیل کرده با مردم جبر نموده. اکنون کودکان را کی نجات میدهد؟ شما حالا هم طرفدار تشکیلات هستید. گپتان رو بگید. من طرفدار تشکیلات نیستم. من به خاطر این مردمی بیچاره میان روی میکنم. برادران تشکیلات بر عوض فرزندانتان میخواهد که همه محافظان پراکنده شوند. محافظان دهه آبی کلان سلاحهایشان را پرتافته همه یراق و اسلحه‌شان را به تشکیلات سپارند. مرا همه فهمید؟ آخر با پرتافتن اسلحه به آنها غلام میشویم. این کار را نمیکنه. اگر سلاحهایمان را پرتایم ده اصلی تشکیلات میشود. من اجازه نمیدهم. تشکیلات ضدیت نشان دادن نمیتوانی دکتر. در طول 2 ساعت باید سلاحهایتان را گذاشته همه محافظان پراکنده شوند و به تشکیلات انداز میسپارید. اگر خواسته ای تشکیلات را بجا نآورید پس از 2 ساعت اول نبیره آقای مسلم و بعد هر 1 ساعت 1 کودک را میکشد. روشت را به سرت گیر دکتر. نفس فکر کن. سنان جوابت را انتظار میشود. دانسته باش. چه؟ اکنون چی کار میکنیم پسرم؟ آنها خطرناکند. چی کار کردن آن رزیلان هیچ معلوم نیست. من نه به تشکیلات باور میکنم نه به سینان. بغیر از دخول کردن علاج دیگر نداریم. برابر شوید. راست شوید. برابر شوید. راست شوید. با نشان گیرید. رجب با نزدت اومدن. رفته زود گشته بیا. خیز عجایت. چی گفت شد؟ چرا با اینجا اومدی؟ حسن رو هم همراه دیگر کودکان گریزاندند. تو چی حال میگی ظریفه؟ برای چی حسن رو میگریزاندند؟ منشان گیر. خیز عجایت. دهه آبی کلان وقتی از مکتب برمیگشتند همشون را به گرم ریختند. و تو نگفته بودم که کودک را به مکتب نفرست. برای چی او را به مکتب فرستادی؟ خواستم مثل پدرش سلاح به دست نشود.
پس چی میشد ظریفا؟ یگان راه دیگری هست؟ برای با زبان کوگلی و کلمه حرف زدنم مرا نزده بودم. من سلاحدار نگفتم مگر؟ تو این رو فراموش کردی ها؟ خودت هم دیدی که چه مرا عذاب و شکنجه دادن. مرا قریب میکشتند. بیا بس خورجم کفایه دیگر هیچ چیزشون پیشتر نیست. خواهی کردی گبزن خواهی ترکی کسی چیزی نمیگوید. همه اینها از بین رفتن. حاضر نه دولت چون دولتی بیشتر است نه شهر. از این ظالمان فایده ای نیست. بیا به خانه رویم خواهش میکنم رجب. از سلام میگیریم از اینجا ها میرویم. اگر خواهی مثل پیشتر به شهر بر میگردیم. شد اکنون خاموشی ظریفه. من حسن را یافته از دست سینان میگیرم. لیکن باید اول در کدام قرارگاه بودن سینان را فهمم. حسن پدر در همینجا نیست مگر؟ جرزن آمده ما را نجات دهد. پدری من به شهر برای کار کردن رفته است. او با سلاحداران علاقه ندارد. لیکن همه آدمان او را سلاحدار میگویند. البته قماندان می شود البته می شود. سلامت باشید. سلامت باشید. سینان با کی صحبت میکند؟ 2 مراتب است که از مرکز زنگ میزنند. به تشکیلات خدمت کردن وظیفه من است قماندان. آفرین سینا. مردم را تنها با همین راه ترساندم ممکن. بعد با اسیر گرفتن جوانان و کودکان والدینشان به گفته ما کار میکنند. خیر سینا. گوش کن. در کدام قرارگاه بودن سینا نامیدونی؟ در وادی دیرنجی است. آقای طاهر ما نیز با شما میرویم. مراد با آنها سلاح ده. باید در قرارگاه دیرنجی باشد. هرگاه سربازان به آنها هجوم کنند او به همانجا پناه میبرد زیرا آنجا بخطر است. نگذارید این دکتر چیکار میکند؟ برادران باید تشی راهی او را گیریم. درست راست میگی باید تشی راهش را گیریم. صبر کن رئیس. غم نخورید آقای مسلم. نبیرهایتان را نجات بدیم. انشالله پسرم انشالله. طاهر ما آماده ایم. بیاید برادران میرویم. خدا مددگارت باد. وای 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 وای. یعنی دکتر از فرمان تشکیلات سرکشی میکند ها؟ او چه خیلی انسان است. دکتر عقلش را خورده از جناب سبا. نمیشود من خبر نمیدهم. از من شبهه میکنن. شما خودتان و سینان خبر دهید. خوب رئیس خاطر نشو. خیر مایلش خیر. مهلتی گفتم قریب به آخر میرسد. دعا کنید که اکی دکترتان یراق و اسلحه را به من سپارد وگرنه به یگان تحتون رحم نمی کنم. گوش میکنم جناب سبا سلاح را سپاریدند. راست میگویید این دکتر از حد گذران جناب سبا. دکتر همراه محافظانش با ما هجوم میکنند گفتید ها؟ خود حاضر براه برآمدند سینان. گوش کن همراه محافظان زیلن و مراد هم بودند. خوب تیاری بین سراغای قرارگاه را هم میدانند. اگر من محافظان پراکنده میشوند گفته باشم پراکنده میشوند. چرا محافظان پراکنده نشدند؟ نقشه کشیده به کار نرفت سینان. خلق یک جا شده به ما هجوم میکنند. این کارت به اکرم پسند نمی آید. هیچگاه به خلق ظلم نکنید میگوید وگرنه هجوم کردن را می آموزند.
و بلای جان خودتان می شود. من چی کار کردنم را می دانم. غیر از این دیگر قرارگاه ها نیز به من کمک میکنند. فهمیدی؟ بیا رفته برای حمایه قرارگاه آدمان را آماده کنیم. سینان استایتین، برای دکتر یک نقشه خوبی دارم. چه نقشه سینان؟ برای دکتر یک ارمغان فراموش نشونده آماده میکنم. ایتین، این ابله تماما از خود رفت. زحمت سینانتان آمد. خاموش، گریه نکنید. یعنی بیا نترس دخترک زیبا، بیا خوش رویت. وقتی خیر خوش رسید. کودکان را به این کار همراه نکن سینان. آنها را رها کن. کودکانی بیچاره یگان گناه ندارند. دمت را گیر ابله، دمت را کجا داده؟ خیلی شما باوری دارید که آنها در قرارگاهی در اینجا؟ سینان در این گونه حالتها به همان قرارگاه می رود. امیدوارم که تا رفتنمان به کودکان ضرر نمیرساند. بیایید رفتیم. زود باشید بچه ها. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. این شهری کلام پر از گلی جلوه‌گر است، اما گلی روی تو تماما دیگر است. بیا یار مکن جبر و جفایم، نشمی سیاه دیدم قدیر از ساعت دیدم، نازنین ناز مکن روی زبا دیدم. آینده دی بلند شاخه خوشم، تو که اومدی تو زندگی من، زندگیم شبیه قصه ها شده. آی دختری تاجی داری کرشم با حسنی سر قدر برداری بود آبی رفتم مانم. میگم بند را بگیر نکه موقعی حیات کوچه خونو دوره خونو نوی حیات. پیراهی تقدیر، فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.